یه روزی گاو پاش میشکنه و دیگه نمیتونه بلند بشه. کشاورز دامپزشک میره. دامپزشک میگه اگه تا 3 روز گاو نتونه روی پاش وایسته گاو رو بکشید. گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه بلند شو. گاو هیچ حرکتی نمیکنه. روز دوم دوباره گوسفند بدو میره پیش گاو و میگه بلند شو رو پات وایسا. باز گاو هر کاری میکنه نمیتونه رو پاش وایسته. روز سوم دوباره گوسفند میره میگه سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی وایستی دامپزشک گفته باید کشته بشی. صبح روز بعد کشاورز میره داخل طویله میبینه گاو ایستاده، از خوشحالی برمیگرده میگه گاو رو پاش وایستاده. جشن میگیرید، گوسفند رو قربونی کنید. نتیجه اخلاقی خودتونو نخود هر آشی نکنید. نتیجه غیر اخلاقی به هیچ گاوی کمک نکنید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کن و بفرست برای دوستات. سرتون توی زندگی خودتون باشه. اگر به چنین مطالبی علاقه‌مندین پیج هیدن مگ رو فالو کنید.